پیش از آنی که دولت عرب ها را برای شما بیان کنم، میخواهم از دوره های زردشتم به شما بیان کنم. زردشتی که دعوای پیغمبری دارد و یک کتاب دارد به نام اوستا. امروزها شاید که ما و شما از زبان بعضی شخصیت ها میشنویم که کتاب مقدس اوستا میگویند. آیا این کتاب مقدس اوستا تا چه اندازه مقدس است؟ من برای شما از همین دین زردشت، از همین کتاب اوستا یک اقتباس آوردم، میخواهم همونه برای شما گفته دهم. در دوره ساسانی زردشت که اینه میگه پروفسور کریستین بارتیلما گفتگی که در کتاب ملا مستضعف قراتگینی که یک کتاب الحال وی تبدیل داده است از ایران و اسلام و از مرتضای مطهری که خیلی سندهای مستحکمی دارد، برای ما و شما خبر میدهد که زن در دین زردشت به حیث شخصیت شناخته نمی شود. یعنی وی شخص نیست، وی انسان نیست، بلکه وی به حیث چیز شناخته می شود. یعنی مثل چیزی که در دست ما و شما دنیایی چیزایی که داریم که کسی را خواهیم میتیم و از کسی خواهیم میگیریم، انا زن در دین زردشت میگوید انا همین حقوق داشت. یعنی حیث چیز بود، حیث شخصیت شناخته نمیشد. و دیگر بدبختی که در همین کتاب اوستا نسبت زن هاست همین است که اگر زنی که حیض باشد میگوید یا زنی که در نفاس باشد، یعنی بعد کودک تولد کردن، اگر همون شوهر همون مبادای یا سهوان یا مثال نافهمیده یا که قصدن اگر دست همون زنی حیضه یکی دارد یا دستش در بدن او رسد، در گردن مرد غسل جنابت فرض می شود. این در کتاب همون مقدس اوستایی که بعضی از برادران ما و شما و مقدس شماریدند. و دیگر مسئله های درشت در این دین زردشت و در این کتاب اوستا موجود است که در کتاب اوستا آب، خاک، آتش، اینها خیلی چیزهای مقدسی هستند. حتی همین زردشت گفته بود است که من در آسمان دوم وقتی برآمدم یک گروه دوزخیان دیدم. وقتی پرسیدم که اینها به سبب چی دوزخی شدند، گویا که خداوند به زردشت گفته باشد که اینها به آب گرم آبازی کردن، غسل کردن، از این خاطر اینها دوزخی شدند. در دین زردشت به آب گرم یا به آب غسل کردن، آبازی کردن سبب دوزخی شدن انسان میگردند. آب چیزی مقدسی هست که فقط برای خوردن و برای درختها را آب دادن استفاده بردن در کار خلاص، دیگر در هیچ در آبازی کردن فقط بول گاو، میزک گاو تازه کننده بود است. این از عقیده زردشت، این از عقیده اوستا که امروز میخواهند که همین دینه که ما و شما به سبب این وقتی ما کسی میگوید دین ما پیشین از زردشت بود، باور کن باید عیب شرم است که ما همین دین باید که به زبان ما نرانیم. این یک عیب، یک شرمی بود که خداوند پیشینی های ما و شما را در این دین نگاه داشت. چه یک بدبختی بود. در همین دین زردشت خدا در قرآن چی میگوید؟ میگوید ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بن خداوند میگوید ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. خدا میگوید که ای بندگان خدا، شما نکاح نکنید آن زنهایی را که در نکاح پدر شما بودند. یعنی با مادرهای خود نکاح نکنید. الا ما قد سلف، مگر این که در دوره های جاهلیت خدا میگوید وقتی که اگر پدر از دنیا میگذشت یا پدر اگر زنی خود طلاق میداد، فرزند او این مادر را نکاح کرده میگرفت.
خدا همین یادآور میکند ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. از اون زنهایی که پدرهای شما اونها را نکاح کرده گرفتن، اونها را شما دیگر حق ندارین گرفتن ده. این چی کاری زشت است؟ خدا میگه این چی کاری بد است. متاسفانه در دین زردشت در کتاب اوستا اجازت است که انسان مادر خود در نکاح درآورد. این کتاب است، در دست ماست کتاب، این هوایی نیست. حتی زردشت گفته است اگر کسی گفته است مادر خود در نکاح می درآورد یا خواهر و اپی خود در نکاح می درآورد، چه گناه کبیره ای که کند خدا را می بخشد. این از عقیده اوستا. خدا یادآور می شود الا ما قد سلف گذشته، مگر آن گذشتگان این کار زشت برای خود روا دیدن کردن. شما ای بندگان من امروز که به نعمت اسلام شرف شدید، این عمل را نکنید که این عمل زشت است و بد است و ناخوب است.